قسمت دوم مینی دوره شیوه‌های تربیتی قصر نوابغ. توی این دوره ما قراره که یاد بگیریم که خونه‌مون رو تبدیل کنیم به یه قصر نوابغ که توی قسمت‌های مختلف این خونه هوش‌های مختلف بچه‌ها شکوفا میشن، کشف میشن، استعدادشون مشخص میشه که تو کدوم یکی از زمینه‌های هشتگانه هوش گاردنر استعداد دارن. ما اون فضا رو براشون فراهم می‌کنیم. توی خونه 8 پایگاه یا 8 تا قصر درست می‌کنیم واسه این بچه‌ها و قراره که توی اینا به چالش کشیده بشن و استعدادشون مشخص و شکوفا بشه. سلام، محمد امین جاودانفر هستم، دکترای روانشناسی شناختی. به پیج گردو سایکولوژی خیلی خوش اومدین. توی کانال یوتیوب گردو سایکولوژی و همینطور پیج اینستاگرام گردو سایکولوژی ما در مورد شیوه‌های نوین تربیتی دانش آموزان و فرزندانمون با هم دیگه گپ و گفت میزنیم. دوره‌های خیلی مختلفی با هم دیگه یاد میگیریم که این دوره‌ها بر اساس شیوه‌های نوین تربیتی و مقالات به‌روز دنیا هستن که توی ژورنال‌های خیلی معتبری چاپ شدن. اگه توی دوره‌های آموزشی و فیلم‌هایی که می‌بینین سوال یا مسئله‌ای دارین، حتما اونا با ما در اشتراک بذارین، کامنت بذارین. من سعی می‌کنم که یه ویدیوی تکمیلی و آپدیت برای هر دوره‌ای که اینجا به اشتراک گذاشته میشه فراهم کنم و اون آپلود کنم. یادتون نره که زنگوله کنار سابسکرایب رو حتما بزنین و از ویدیوهایی که ما بعداً آپلود می‌کنیم استفاده کنید. آهنگسازها، ترانه‌سراها، صداگذارها، تئوریسین‌های موزیک و کسایی که موسیقی درمانگر هستن، کسایی هستن که هوش موسیقایی خیلی بالایی دارن. توی مرکز موزیکال ما باید شرایطی فراهم کنیم که تجربیات کودک توی زمین موسیقی و نوت‌های موسیقی، ریتم‌های موسیقی، الفبای موسیقی غنی کنیم. از جمله ابزارهایی که میشه توی این مرکز استفاده کرد، استفاده از داستان‌ها، شعر، موسیقی پس زمینه و اینجور موارد چنینی هست. میشه از داستان‌های استفاده کرد، داستان‌های گویا براشون پخش کرد، در موردش فکر کنن، نقاشی اون داستانی که گوش دادن رو بکشن یا حتی نقاشی اون موسیقی که پخش شده پس زمینه رو بکشن. فقط دقت کنید که موسیقی حتما باید بی کلام باشه. ما سعیمون برای اینه که استعداد دانش آموزا رو کشف کنیم. موسیقی که باعث درگیری ذهنی بشه، کلام داشته باشه که دانش آموز بخواد همیشه تو ذهنش تکرارش کنه، حواسش پرت باشه توی انجام دادن کارهای مختلفش. این موسیقی به عنوان یه دیسترکتور، یه حواس پرت کن، همیشه تو ذهنش در حال پلی شدن باشه، این فایده ای نداره بلکه مضر هم هست. پس موسیقی حتما باید بی کلام باشه. این یه ابزار. دو اینکه از دانش آموز بخوایم که نقاشی چیزی که کشیده رو، چیزی که گوش داده رو بکشه. این به تقویت تخیلش خیلی کمک میکنه و باعث میشه که تلفیق حسی بین حساش انجام بشه و حسای مختلفش رو با هم دیگه ترکیب کنه. یکی دیگه از کارهایی که با توی این مرکز موسیقی انجام داد، یاد دادن ریتم‌های مختلف. حالا این ریتم‌ها رو میشه با ابزار مختلف انجام داد یا با میز ساده، زدن روی میز یا انواع اقسام چیزایی که میشه باشه ریتم ساخت. مثلا ریتم‌های مختلفی شما بزنین، ازش بخواین که اون هم فرزندتون هم تکرار کنه این ریتم‌ها رو، یا ریتمی به غیر از چیزی که شما میزنین بزنه. این دو تا تمرین یکی خیلی ساده میشه انجام داد. استفاده از یه سری ابزارهای دیگه مثل تبل که میشه باش صداهای مختلفی تولید کرد، که تو همون ریتم گرفتن هم میشه از این ابزارهایی که تولید کننده صدا هستن استفاده کرد. همینایی که الان براتون مثال میزنم. مثلا یکی دیگهش چوبکه. چوبک دو تا چوبی هستن که با زدنشون به هم دیگه صدا تولید میکنه. حالا به جای چوبک میشه از دو تا چنگال هم حتی استفاده کرد، از دو تا قاشق استفاده کرد، ولی به هر حال اون چوبک نمیشه دیگه. صدای چوب مطمئناً با صدای فلز متفاوت. اگه دارم اینا میگم که اگه دیدین مثلا شرایطش ندارین که چوبک تهیه کنین، البته به خیلی ارزونه، کافی از یه نجاری از دو تا شاخه چوب استفاده کنین. شاخه‌های درختان رو نشکنین جلوی بچه‌ها. از دو تا شاخه‌ای که بریده شده، هرس شده میتونین استفاده کنین و چوبک استفاده کنین. ابزارهایی هستن که ریتم ساز هستن و ابزار تخصصی ساختن ریتم مثل ماراکاس که یه ابزار ساخت ریتم برای سرخپوستای آمریکایی بوده از قدیم الایام. دو تا دسته هست که سرشون یه حجمی داره، حجم کروی شکلی داره، داخلش یه سری دونه هاست که با تکون دادنش میشه صدا رسید. اگه سرچ کنید ماراکاس براتون میاد. یا یکی دیگه از ابزار کاستانت هست. کاستانت یا به اصطلاح قاشقک، این هم همچین ابزاریه که ریتم ساز هست. اگه تو اینترنت بزنید فیلمش هست. اینا با تکون دادنش میشه یه صدای خاصی به وجود آورد. از جمله ابزارهای دیگه که باید توی مرکز موزیکال باشه، دستگاه ضبط صدا هست که حالا مثلا شما ریتم ساختین یا خودش ریتم ساخت فرزندتون، یه بار ضبطش کنه، پلی کنه، گوش بده ببینه که چجوری بوده این صدایی که تولید کرده. میشه از تصویرهای مختلف یا پوسترهای مختلف انواع سازها استفاده کرد. مثلا عکس گیتار باشه تو مرکز موزیکال، عکس
مثلا ویالون باشه، ویالونسل باشه و انواع مختلف اینسترومنت های موسیقی. و در نهایت میشه خود این ابزارها مثل فلوت های دهنی، سازهای دهنی و از نی یا چیزهایی که میشه ارزونتر هستن، یا اگه به ذاتتون میرسه حتی مثلا میشه ویالون براش گرفت، ارگ براش گرفت و سایر اینا. من این مراکزی که میگم از صفر میگم، یعنی از 2 تا قاشق گرفتن دست میگم تا اونی که مثلا میخواد خیلی هزینه کنه واسه فرزندش، میشه این کارا رو کرد. یا حتی میشه اگه مثلا خود این ابزارهای موسیقی حالا توی اون فضای مرکز موزیکال نمیتونین فراهمش کنین واسه بچه، میشه برد جایی که این ابزارها هستن، مثلا مغازه هایی که سازهای موسیقی دارن. فقط دقت کنین که اگه مثلا امروز یا مثلا تو طول هفته 2 بار مرکز مثلا یه مرکز A یا شما استفاده کنین و فرزندتون تو اون فضا گذاشتین، به همون تعداد دفعات باید توی این مرکز موزیکال هم با این چیزها مواجه بشه، با این محرک هایی که حالا این تکالیف و این سازها و این عکس‌ها و اینا. پس اگه فکر میکنین با یه بار بردن تو مغازه مثلا ساز فروشی کار حل شده و اوکی، نه، به همون تعدادی که توی بقیه مراکز دارین شما استفاده میکنین از بقیه مراکز. اگه میخواین کیفیتش خوب باشه و بالا باشه، باید واسه این مرکز هم همونقدر تایم بذارین تا در نهایت ببینین تو کجا بیشتر سرگرم میشه، کجا بیشتر بیقراری میکنه کودک و بفهمین که استعدادش تو کدوم مرکزه تا بشه شکوفاش کرد. اگر میخواین جامعه‌ای که بچه‌تون توش زندگی میکنه جامعه‌ای باشه که هم راستا باشه با سطح آگاهی شما، حتما این ویدیوها رو برای افرادی که میشناسین، دوستانتون، آشناهاتون اشتراک گذاری کنین. یادتون نره که پیج و کانال گردو سایکولوژی به دنبال اینه که شیوه‌های نوین تربیت رو به شما آموزش بده و تمام این شیوه‌ها بر اساس منابع روز دنیا هستن. گردو سایکولوژی هیچ گردی گردون نیست، این شعار ماست.